یه عالمی بود، معلوم بود آدم خوبی هم بود. گفت این روحانی یه روزی یه ناراحتی کبد داشت، ناراحتی خیلی حادی نبود، یه ناراحتی کبد داشت، اومده بود بیمارستان. یه روز رفتم بالا سرش ویزیت، دیدم داره از همه حلالیت میطلبه و پرستارا و دور و برا و به هر حال خداحافظی میکنه. گفتم آقا چه خبره؟ یه مریضی ساده است خوب میشه. گفت نه، من به هر حال حلالم بکنید، زحمت بهتون دارم، خیلی ممنون. خیلی عادی، انگار واقعا یه مسافرت بخواست بره. گفت اینجوری برخورد. بعد دکتره میگفت من کنارش بودم، گفت دیدم این شعر رو خون: در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود از دنیا رفت. اینا از اون مسافرایی هستن که نمیکنن ببرنشون از این هتل، وقتش که برسه این شکلی آماده هست.